زندانی شدن اسیب سعید در امریکا، اما چرا گریه‌های آریانا سعید برای نامزدش و فرار آریانا سعید از امریکا به ترکیه؟ آریانا در امریکا مصروف چی کار باری بوده است و اسیب سعید اکنون در چی وضعیتی و در کدام کشور زندگی دارد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدا، صدای بی‌بدیل، حنجره طلایی، یکی از هنرمندان محبوب و مشهور در هنر موسیقی افغانستان بوده است. طرفداران و علاقمندان آریانا سعید در میان مردم افغانستان، حتی مردم تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان بیشمار بوده است. آریانا سعید با صدای طلایی‌اش قلب میلیون‌ها افغان را می‌نوازد. وی در اصل تابعیت انگلستان را دارد، ولی به خاطر کارهای هنری‌اش در ترکیه زندگی می‌کند. چند می شود آریانا سعید به امریکا سفر می‌کرد و در امریکا نهادی برای دفاع از حقوق زنان ساخت. اما در تازه ترین خبرهایی که در صفحات مجازی نشر شده است، آریانا سعید و اسیب برای مدتی در زندان در امریکا زندانی بودند، ولی تاکنون درباره جزئیات این ماجرا آریانا سعید زبان باز نکرده است و به همین خاطر آریانا اکنون در دبی زندگی می کند و در دبی به کارهای هنری و تجاریش ادامه داده است. آریانا سعید چند می شود دیگر حتی کنسرت برای دوزاران صدایش برگزار نکرده است، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با طرفداران و دوستان آریانا و اسیب به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.